وقت بر شما بخیر. به مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. محمد سهیل شاهین سفیر امارت اسلامی در قطر با شاژدافیر آلمان برای افغانستان در دوحه دیدار کرده است. سفارت افغانستان در قطر گفته است که در این دیدار درباره موضوعات از جمله وضعیت سیاسی کانونی، روابط دوجانبه، چالش‌های پناهجویان افغان بازگشته از پاکستان و ایران و همچنین کمک‌های بشردوستانه گفتگو شده است. همچنین شاژدافیر آلمان ضمن اشاره به سفر اخیرش به افغانستان از دیدارهای مستقیم و نزدیک با مقام‌های افغان ابراز خرسندی کردند. نور احمد نور سرپرست سفارت افغانستان در دهلی نو با آنند پرکاش مسئول عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان در وزارت امور خارجه هند دیدار و گفتگو کرد. سفارت افغانستان در هند گفته که در این دیدار موضوعاتی چون روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور، گسترش تجارت، تسهیل روند صدور ویزا و چالش‌های بازرگانان، محصلان و شهروندان افغان مقیم هند مورد بحث قرار گرفت. همچنین دو طرف بر ضرورت تحکیم روابط کابل و دهلی نو و توسعه همکاری‌ها و تعاملات دوجانبه تاکید کردند. سفارت آنلاین ایالات متحده آمریکا برای ایران به شهروندان آمریکایی هشدار داده است که هرچه زودتر ایران را ترک کنند. این سفارت در یک خبرنامه با بیان این که آمریکا نمیتواند امنیت آنان را تضمین کند، از آنان خواست تا خود را به مکانهای امن برسانند. این هشدار در حالی صادر می شود که در پی ادامه اعتراضها در ایران، روابط تهران و واشنگتن بیش از پیش متشنج شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که هر کشوری با ایران داد و ستد معامله تجاری انجام دهد، در تجارت با آمریکا مشمول تعرفه 25% خواهد شد. ترامپ تاکید کرده است که این تصمیم نهایی و قاطع است. پیش از این نیز ترامپ به ایران هشدار داده بود که اگر برای مهار اعتراضهای جاری در آن کشور از زور استفاده شود، ایالات متحده آمریکا به ایران حمله خواهد کرد. نت بلاکس نهاد جهانی ناظر بر دسترسی به اینترنت گزارش داده که اینترنت در سراسر ایران از 108 ساعت گذشته تا کنون به طور کامل قطع بوده است. این نهاد افزوده که این وضعیت شهروندان ایران را از یکدیگر و از جهان خارج جدا کرده است. این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی پس از شدت گرفتن اعتراضهای سراسری اقدام به قطع اینترنت و شبکه‌های مخابراتی کرده. اقدامی که روند دسترسی، گردآوری و انتشار اطلاعات درباره سرکوب اعتراضها را با چالش جدی روبرو کرده است. در همین حال رضا پهلوی فرزند شاه پیشین ایران در پیام به اشاره به این که حکومت ایران تلاش می‌کند با سرکوب و قطع ارتباط ایجاد ترس کند، از معترضان خواست تا به اعتراضهای خود ادامه دهند. همیهنانان، درود به همگی شما که به مانند کاوه در مقابل ضحاک ایستادید و می‌جنگید. رژیم سعی داره با سرکوب شدید و کشتار و قطع ارتباطات در شما ایجاد رعب و ترس بکنه و مایوس از ادامه این حرکت و مبارزه. اما این را بدانید که به خاطر همین فعالیت‌های شما و تلاش‌های شما هزاران نفر از نیروهای انتظامی و نظامی سر کار نرفتند تا درگیر نباشند در سرکوب شما. و یک پیام ویژه به متخصصین حوزه اینترنت و ارتباطات: زیرساخت‌های اطلاعاتی نظام را هدف بگیرید تا ارتباط همیهنانمون با جهان مجدداً برقرار شود. حکومت قزاقستان اعلام کرده است که نشست تکنیکی سازمان همکاری‌های اسلامی در شهر جده عربستان سعودی در ارتباط با سفر گروه تماس وزیران این سازمان به کابل برگزار شده است. به گفته حکومت قزاقستان، سرقنسول این کشور در جده و نماینده دائمی قزاقستان در سازمان همکاری‌های اسلامی نیز در این نشست حضور داشته است. در این نشست درباره تنظیم آژاندای سفر هیئت یاد شده به کابل گفتگو شده و دیپلمات‌های کشورهای عضو بر یک رویکرد واحد برای تعامل با افغانستان به توافق رسیدند. سهیل افریدی وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا ادعاهای اسلام آباد مبنی بر استفاده کردن گروه‌های هراس افغان از خاک افغانستان برای انجام حمله‌ها بر ضد پاکستان را به چالش کشید و خواستار ارائه شواهد معتبر شده است. آقای افریدی نیز افزوده است که نمیتوان مسئولیت ناامنی‌های داخلی را به کشورهای دیگر نسبت داد. این در حالی است که امارت اسلامی افغانستان همواره حضور گروه‌های هراس افغان در خاک افغانستان را بی‌بنیاد خوانده است. بلالاریان با شرح بیشتر. कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो उसकी सबूत देनी चाहिए।
سهیل افریدی وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا در یک نشست خبری گفته است که بدون ارائه دلیل‌ها و مدرک‌های معتبر نباید مسئولیت ناامنی‌های داخلی را به کشورهای دیگر نسبت داد. آقای افریدی تصریح کرده است که دولت پاکستان نباید ریشه‌های اصلی مشکل‌های امنیتی خود را در داخل آن کشور جستجو کند. آقای افریدی ادعاهای اسلام آباد مبنی بر استفاده کردن گروه‌های هراس افغان از خاک افغانستان برای انجام حمله‌ها بر ضد پاکستان را به چالش کشید و خواستار ارائه شواهد معتبر شد. ای خودشان یکی از واقعیت‌هایی هستند که بالاخره افریدی سبی را گفتن و موضوع همونطور است. ولی در پالیسی های حکومت پاکستان دوگانگی چی که سیگانگی وجود دارد. در وجم یک حکومت مرکزی است که هیچ صلاحیتی نداره و بگذاری که حکومت صوبایی داشته باشد، چرا که اقتدار در دست اردوست. هر آنچه که اردو بخواهد او باید در صدر گفتمان باشه و در صدر عمل باشه. سهیل افریدی همچنان تاکید کرده است که نباید کشورهای دیگر را متهم دانست و لازم است نهادهای امنیتی پاکستان عملکرد داخلی خود را بازبینی کرده و بجای شعله‌ور ساختن اختلاف‌های منطقه‌ای به دنبال راه حل‌ها به این تنش‌ها باشند. कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो उसकी सबूत देनी चाहिए. ادعای حکومت پاکستان مبنی بر استفاده شبه نظامیان از خاک افغانستان برای انجام حمله ها بر ضد اسلام آباد پرسش برانگیز است و برای تایید این ادعا پاکستان باید شواهد ارائه کند. من پرسان می کنم که اگر شبه نظامیان واقعا از افغانستان فعالیت می کنند، چرا سایر کشورهای همسایه افغانستان شکایت های مشابه را مطرح نمی کنند؟ چون این ادعاهای باید با شواهد روشن و قابل اثبات پشتیبانی شوند. آقای افریدی نیز به هزینه‌های صرف شده برای حصارکشی در امتداد خط فرضی دیورند اشاره کرده است و افزوده است که وقت میلیاردها پول برای این دیوار امنیتی هزینه شد، به مردم گفته شد که عبور و مرور غیرقانونی به ویژه عبور جنگجویان به پایان خواهد رسید. اگر این گونه نیست، باید در موثریت این اقدام‌ها بازنگری شود. 4.5 करोड़ सूबे के वज़ीर आला के खिलाफ उसने जो है با توجه به پول هنگفتی که برای حصارکشی خط فرضی دیورند صرف شده است، مقام‌های پاکستان بارها به مردم اطمینان داده بودند که این کار مانع عبور شبه نظامیان به پاکستان خواهد شد. رژیم نظامی پاکستان همواره ادعا کرده که برخی گروه‌های مسلح و هراس افغان از خاک افغانستان برای سازماندهی حمله‌ها بر ضد پاکستان استفاده می‌کنند. موضوعی که مقام‌های امارت اسلامی افغانستان پیوسته و به شدت آن را رد کرده‌اند. وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا در حال چنین اظهاراتی را مطرح کرده که تنش‌ها میان اسلام آباد و کابل در هفته‌های پسین افزایش یافته و حمله‌های پسین آن کشور به افغانستان فضای سیاسی میان دو کشور را متشنج کرده است. باورها این است که این موضع‌گیری می‌تواند بر گفتمان امنیتی داخلی پاکستان و روابط پرتنش آن کشور با افغانستان تاثیرگذار باشد. سپاس از همراهی شما. تا سرویس خبری دیگر، خدا نگهدار.